با فکرم او به من دروغ گفت. سلام علیکم دوستداران انگلیش کرده. ممنون هستم که بار دیگر با شما در برنامه روزواژه صحبت دارم. و تصمیم گرفتیم که سری هر فرصت با شما واژه های سریع‌العمل انگلیسی و ifade آنها در جمله را بررسی کنیم. واژه امروزه فعل to think فکر کردن می باشد. بیایید با این فعل در زمان حاضره ساده، گذشته ساده و آینده ساده جمله می سازیم. بیایید رفتیم. زمان حاضره ساده present simple. I think he lied to me. I think he lied to me. با فکرم او به من دروغ گفت. جمله دیگر Is Firdaus coming tonight? I think so, but I'm not sure. Is Firdaus coming tonight? I think so, but I'm not sure. آیا فردوس شب می آید؟ چنین فکر میکنم اما عمیق نمیتونم. باید گفت که فعل to think در زمان حاضره در شخص سیوم thinks استفاده می شود. مثلا She thinks it's important to learn English. She thinks it's important to learn English. او فکر میکند که آموختن انگلیسی مهم است. He thinks too much. That's his problem. He thinks too much. That's his problem. مشکلی او همین است که او بسیار فکر میکند. زمان گذشته ساده past simple. خب من اینجا میخواهم با شما یک قاعده فعل ها رو یادداشت کنم. چخیلی که در درس گذشته گفتیم تصریف فعل ها در زمان گذشته به دو شکل صورت میگیرد. یکم فعل های درست regular verbs و دوم فعل های نادرست irregular verbs. تصریف فعل ها در زمان گذشته برای فعل های درست تغییر نمی‌یابد. تنها در آخر فعل ما پسوندی ایدی همراه میکنیم تمام. اما فعل های نادرست در زمان گذشته تغییر شکل میکنند. برای مثال فعل to think در زمان گذشته thought استفاده می شود. برای مثال When I was young I thought that money was the most important thing in life. When I was young I thought that money was the most important thing in life. من وقتی جوان بودم فکر میکردم که پول از همه چیزی مهم در زندگی است. جمله دیگر I thought I heard something. I thought I heard something. با فکرم چیزی شنیدم. He always thought he was right. He always thought he was right. او همیشه فکر میکرد که او حق است. زمان آینده ساده future simple. باید گفت که پیش از فعل ها در زمان آینده کلمه will گذاشته می شود. برای مثال I have a solution ready but have no time now. I think it all out later on. I have a solution ready but have no time now. I think it all out later on. راهی حل را دارم اما حاضر وقت ندارم. بعداً در این باره همه‌اش را فکر خواهم کرد. خوب تماشابینان عزیز ویدیو اینجا با آخر میرسد. اگر یگان سوال و یگان پیشنهاد باشد حتما در کامنتاری نویسید و آبونه شدن و پخش کردن زنگوله را فراموش نکنید. باقی سلامت باشید.